خب برنامه ما امروز قسم است که کسایی که بر اولین بار میخواین موتر بخرن کدام موارد را یا کدام نکات باید مد نظر بگیرن. اول خب موتر بر ما معرفی کو که موتر فرونر مدلش چند است، تولید کدام سال است، بگو که شاسی از این موتر در کدام قسمتش می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام شما بیننده‌های عزیز چینل یوتیوب دستیار. امیدوار هستم هر جای از این کره خاکی و بیک هستید جور و صحتمند و سرحال باشید و از گزند روزگار در حفظ امان الله متعال باشید. بیننده‌های عزیز، ما را شیرزای باز هم با یک برنامه کاملا متفاوت خدمت شما برگشتم. امیدوار هستم که تا آخرین از دقایق برنامه بیننده برنامه ما باشید و همچنان از برنامه ما لذت ببرید. خب برنامه ما امروز قسم است که کسایی که بر اولین بار میخواین موتر بخرن کدام موارد را یا کدام نکات باید مد نظر بگیرن ما برشان میگیم. امروز با یکی از هموطنان عزیز ما که بارگن دارن، موتر فروش هستن، امروزشون صحبت می داشته باشیم و مواردهایی را که مهم است در خرید موتر امروزشان صحبت می داشته باشیم و ان شاء الله تعالی تا آخرین دقایق برنامه بیننده برنامه ما باشید و همچنان چینل یوتیوب دستیار را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بتین و شیر هم یادتان نره. خب وطندارای قن، قسمه که گفتم در یکی از موتر فروشی های شهر کابل هستیم و یک جوان خوش استایل، خوش اخلاق همراه با ما هستن. امروز صحبت می داشته باشیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند جان زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. نامک زیبایتان؟ احمد شعیب هستم، شعیب سرداری از یک از موتر فروش های قلاچه کابل، موتر فروشی به نام برادران افغان. ما در خدمت. سلامت باشین، زنده باشین. شعیب جان عزیز بیاین کمی طرف، کمی تصویر ما برای بیننده خوب معلوم شه. خب شعیب جان عزیز، چطور میگذره بازار؟ چطور از زندگی چطور میگذره؟ شکر فضل خدا خوب است، هزار بار شکر است. خوب است، کاروبارم شکر است، میگذره، هزار بار شکر است. بسیار خوب. امروز سوژه ما در مورد ای است که کسایی که به اولین بار موتر میخرن کدام نکات باید مد نظر داشته باشن. میخوایم یک سوال از خودت بپرسم. به اولین بار که خودت موتر خریدی کدام قسمت موتر چک کردی؟ به اولین بار که موتر خریدیم اول این همیشه آدم لیسنس داشته باشه. در موتر که آدم میخره موتر سعی میکنه چک میکنه در بار اول. همین موتر مهمترین چیزش که است موتر شاسی موتر است. شاسی موتر سعی کنه. موتر کت موتر است که موتر کت نباشه. دیگه پلیتش مهم است که پلیتش جلی نباشه. شو کت نباشه، فرم کت نباشه، کوزه کت نباشه، تغییر رنگ نباشه. اولین نمی باید در قدم اول همی چیزها را آدم در نظر داشته باشه، سعی کنه. بسیار عالی، بسیار عالی. شعیب جان، اولین بار که خودت موتر خریدی این موضوعات مد نظر گرفتی؟ گرفتم. این خو میگیره آدم که اول که موتر میخره بسیار خوش میباشه. با بار اول که با بار اول موتر میخره خوش میباشه. آدم سعی میکنه، هر جایش سعی میکنه، تایرش سعی میکنه، شیشهش سعی میکنه، رنگش سعی میکنه، باش که اینجاش خط نباشه، هر چیزش سعی میکنه. یگان تا از بازمی موتر که رنگش ببینه میگه بر من نمی رنگش مهم است. یگان تا میگه نه امی قسمت سویچ بوردش که LCD داشته باشه، اشترنگش خوبش باشه، میگه نه اینمی بر من مهم است. یگان تا خوش داره دیگه پشت هیچ چیز موتر نمیگرده که کدام قسمتش مورد را خودت یادآور شدی مورد اصلا در نظر نمیگیره، میگه نه اینمی رنگش خوشم اومد. یگان تا میگه نه اینمی سویچ بوردش، اینمی اشترنگش بر من خوشم اومد. شیرزای صاحب، این مهم نیست که سول بولتش خوبش باشه، اسکرین خوبش باشه، این مهم نیست. مهم این چیز از موتر که اینمی چهار چوکات موتر مهم است. هم چهار چوکات موتر خریدن هم شیرزای صاحب. موتر ماشینش خریده میشه، گیربکسش خریده میشه، همه چیزش خریده میشه، خود چوکات موتر خریده نمیشه. 100%. آدم در چوکات موتر بسیار کوشش کنه. خب بعضی هر چیزش کرده چوکات موتر کوشش کنه، سعی کنه. این چیزش خریده نمیشه. شعیب جان عزیز، چند سال میشه که خودت موتر فروشی میکنی؟ تقریبا 10 سال میشه. 10 سال میشه؟ 10 سال میشه. در 10 سال چی تجربه به حساب گرفتی؟ تجربات مهم در موتر فروشی؟ کدام نکات مهم موتر فروشی را خودت یاد گرفتی؟ مهم میره یاد گرفتم. خودم موتر بسیار چیزا هست.
امیر یاد گرفتم که باش موتر تغییر رنگ نباشه، شاسی خوردگی نباشه، دوزی نباشه. بسیار مردم هست موتر بر گل میارن، اینمی اسنادهای جلی میباشه، اینا مفروشن. همین چیزها را یاد گرفتیم که اسناد جلی نباشه، پلیتای جلی نباشه، موتر دوزی نباشه. همین چیزایش یاد گرفتیم. بسیار خوب، بسیار خوب. کدام وقت هم شده که به حساب در جان خودت هم در جان موتر فروش هم زده باشن، کدام موتر یا چتکت بوده باشه گرفته باشی خودت نفهمیده باشی، یا تغییر رنگ بوده باشه خودت گرفته باشی نفهمیده باشی؟ این موضوع تا حالا بر خودت اتفاق افتیده؟ بله شیرزای صاحب شده. با خودمون که موتر فروش هستیم در جان خودمون خورده. خود موتر فروش هم زدن. موتر خورده میخوره. یکی از کلش سردماغ است، یک 10 دقیقه 15 دقیقه دماغ آدم کار نمیکنه، این میخوره در جان کلگی میخوره. در جان ما خورده. من نمیگم که در جان من نخورده، در جان ما خورده. بسیار 2-3 دانه در جان ما خورده. چند موتر در جانت خورده؟ در جان ما از وقتی که موتر فروشی من تا بال 2 دانه در جان ما خورده. 2 دانه در ظرف 10 سال 2 دانه موتر در جان موتر فروش هم خورده که نفهمیده. از کدام قسمت نفهمیدی؟ چی مورد بود که نفهمیدی خودت؟ ما همین موترهای کانادایی که از باید شیء زیر آدم واس کنه، سعی کنه. من ایره سعی نکردم، همین شاسی خوردگی بود، من سعی نکردم ایره سال بولت شواز کرده بودن، من شیش نکشیده بودم، سعی نکردم خودم. سعی نکردم دمو در جانم خورد. یکی دیگه هم موتر دیگهش کنش انداختگی بود، من ایره سعی نکردم. سعی کردم همه تا تیر سایلش کردم، اما قطعه تیش نکشیده بودم، سعی نکردم در جانم خورده بود. برو خوب شد که درد بخیر بود، بخیر سپری شد. چقدر تاوان کردی باز؟ تاوان خود میکنه. تاوان خو $1,800 آدم تاوان میکنه. حالا $1,800 هم در این وقت بسیار کلان پیسه است. بسیار پیسه است. دقیقاً. خب شایب جان عزیز، میخوایم بریم سر یک موتر. بر من خودت بگو که شاسی از این موتر در کدام قسمتش می باشه، کدام قسمت موتر باید ببینیم که همون قسمت شاسی خوردگی یعنی نباشه، یعنی بفهمیم و همون موتر که مثلا ما میگیریم کدام قسمت ما ببینیم که کت نباشه، کدام موارد خودت بلد هستی میفهمی دیگه، کدام قسمت موتر رو ببینیم که از چت کت نباشه. من خود تا فعلا هیچ نفهمیدم و نمیفهمم که از کدام قسمت موتر ببینیم که کدام قسمتش چت کت است، کدام قسمتش بال کت داره. این موارد اصلا من نمیفهمم. این موارد تمامش بر من خودت بگو، درست است؟ صحیح، بسیار خوب. خب طرف کدام موتر بریم؟ طرف همین موتر میریم، طرف همین فرونر میریم. خب بریم بخیر طرف همین فرونر. امیر بر ما خودت بگو که اول خب موتر بر ما معرفی کو که موتر فرونر مدلش چند است، تولید کدام سال است دیگه، باز روی مورد دیگهش میم. بسیار شیرزای صاحب فرونر 2011 سار 5 6 سالن تاپکوما کمپانی انترکولر تایتل موتر است. خب این انترکولر از چی است؟ انترکولر که است شیرزای صاحب اینجا انترکولر دار می باشه، دا آپشن است. موتر دا آپشن است که این موتر انترکولر داره. دیگه این موتر تاپکوما کمپانی داره، سار 5 است. بسیار نو موتر است. تا بال پالیت هم نشده، نوارد از خود ما از امریکا آورده میشه. خب بسیار خوب. فرق موترایی که نامش چی گفتین؟ انترکولر نداره و انترکولر داره، در چی است؟ همین مدل موترایی که است. این موتر مدلش که است شیرزای صاحب انترکولر میگن، فول آپشن که میگن همین دو آپشن است. آپشنش ضعیف می باشه. مثال انترکولر یک فرونر نداره، یک موتر تاپ نداره، یک موتر کمک نداره، اینی را که از آپشن می. خب بسیار خوب. پس من میخوایم که این موتر امیال فکر که میخرم، نه بر من خود راهنمایی که شاسیش چی رقم ببینم، چتش چی رقم ببینم، تغییر رنگش چی رقم ببینم که تغییر رنگ نباشه. بر من خود راهنمایی که درست است. بسیار خوب. از کدام قسمت شروع میکنیم؟ باش کمی چوکی هم کم مزاحمت میکنه بر ما میرم این طرف بانیم. خب کدام قسمت موتر ما ببینیم که کدام قسمتش نشان میدی بر ما خود؟ شیرزای صاحب این که موتر از شاسی شده ایجاست. خب مهمترین چیز موتر که سینمیست. مدل موتر دمی معلوم میشه، رنگ موتر دمی معلوم میشه، رنگ موتر دمی معلوم میشه، کل چیزش ماشین هر چیز دمی شاسی معلوم میشه. این موتر که از شیرزای صاحب 2011 است. هم دمجا پیشترم برتان یادآور شدم. بله 2011 رنگ جگری
چیز تک سارفایف است. آها. تپ کمک کمپانی داره. آها. دیگه موتر مهم شاسیش. این موتر شاسی دو شاسی می داشته باشه. بسیار یکی دو پیش شاسی می داشته باشه، یکی دو فرم که میگن در فرم شاسیش می باشه، یا این موتر دو شاسی می داشته باشه. بسیار خوب بسیار خوب. یعنی یک شاسیش این تذکرهش است. تذکرهش است. تذکره موتر نه دوستان عزیز شما خودتان ببینین. تذکره موتر در این قسمت می باشه. این قسمت تذکره موتر میگن و شاسیش که می باشه در دو جای می باشه که در قسمت فریم می باشه، یکیش هم در قسمت شیشه می باشه. این تذکره میشه که دوستان چی نکنن اشتباه نشه از پیشان. تذکره از این موترها البته در اینجا می باشه، موتر دیگه فرق داره. نه از دیگه موترها می باشه. از دیگه موترها می باشه. خب بسیار خوب، روی دیگه موترها میریم. باز موترهای جرمنی که است باز در پشوریش می باشه، از کانادا که می باشه تذکره جا می باشه. خب بسیار خوب. بیاین شاسی دیگه شون برات نشان بدیم. بیا شاسی رو بر ما نشان بده. و تغییر رنگ هم از کدام قسمت فهمیده میشه؟ تغییر رنگ شیرزای صاحب، تغییر رنگ که موتر که تغییر رنگ میشه در دبی تغییر رنگ میشه. در اینجا که تغییر رنگ شود شیرزای صاحب موتر است معلوم میشه. از اینجا که دروازه شواز کردیم معلوم میشه. از این قسمت بالد معلوم میشه. از این قسمت ها معلوم میشه. از این قسمت ها معلوم میشه. باز دیلابر که باز میکنی تغییر رنگ از پشت سر از تغییر رنگش معلوم میشه. دیگه در شاسی هم تغییر رنگش معلوم میشه. خواه بسیار خوب بسیار خوب. خیلی بریم به طرف شاسی هم، درست است؟ یک شاسیش در اینجا می باشه. خواه بسیار خوب. بیشتر برات یادآور شدم که اینجا شاسی می داشته باشه. دیگه این شاسی هم مهم است. شاسی یک شاسی جستک، دیگه شاسی دو فرم است. آرام براتون خود فریم است. خواه بسیار خوب بسیار خوب. این از شاسی اول خود دیدین که در قسمت شیشه موتر می باشه و شاسی دوم ناله بر ما شعیب جان نشان میده. دیگه شاسی دومش در اینجا می باشه. خود دیگه قسمت دیگه زیر می باشه. اونجا دیگه معلوم میشه. یک ذره خاکپور میشیم در اونجا شاسیش معلوم میشه. باز در موترهای ژاپنی که است. فقط ما امیر میخواستیم بفهمانیم کسایی که به اولین بار میخواین که موتر فرونر بگیرن، البته فرونر 2011 مدل 2011 اینا همین موارد از شاسی اگر می باشه، بیا شعیب جان بیا، اگر از شاسی می باشه باید قسمت شیشه را ببینن که یک قسمت اونجا شاسی داره یک قسمت او فریم داره. اگر از حساب تغییر رنگ میبینن اون قسمت پشت رابر گفته نه ببینن اونجا را. بله دیگه از اینجا معلوم میشه. از داخل خود بادی موتر معلوم میشه. همین موتر که بانت چقیل کنیم باز معلوم میشه که تغییر رنگ است. بسیار خوب بسیار خوب. خب این موارد را که شعیب جان گفت باید مد نظر داشته باشه. بریم طرف موتر دیگه که شما بر ما گفتین موتر جرمنی است نه؟ موتر جرمنی است. خیر جرمنی هم سعی میکنیم. درست است. این موتر خودتان که میفهمین اون موتر بر ما بگوین که این موتر اینی قسمتش اینی مثل که فرونر گفتین بر ما مدلش هم معرفی کنین و ان شاء الله روی موارد دیگه شما میریم. این از چیزایی که ببینیم موتر معرفی میکنیم. خب بسیار خوب درست است بفرمایید. خب یا همین تذکرهش در بغل موتر می باشه. چیزایی که موتر کانادایی است. موترهای کانادایی قبلا برات یادآور شدم که در اینجا تذکرهش می باشه. موتر 2017 است. 3 مارک است. خط سبز است. تبدار است. فول آپشن است. چیزایی بسیار عالی. شعیب جان در جریان همی توضیحات خود دادی خط سبز چی مانا؟ خط سبز از یکی از چیزایی صاحب بیشتر برات یادآور شدیم که در اون موتر گفتم که داپشن است. این موترها خط سبز است. در این بغل خود یک خط می داشته باشه از کمپانی. باز در اینجا ما افغانی هستیم باز چی میکنیم رنگش میکنیم هم خط شپوت میکنیم. داپشن است. این موتر فول آپشن است. فینگر استارت است. گیربکس برقی، ماشین برقی، دیگه شاسی مارک است، اسکلاس است، لیدر سیت کمپانی شیرزای صاحب. بسیار عالی بسیار عالی. خب یا ما قسمت تذکره موتر در اینجا می باشه، در بغل فریم می باشه. بله این تذکره شیرزای صاحب. موتر یکی از شاسی در پشوریش می باشه. یک شاسی داره این موتر. یا یک شاسی داره. فرونر که از دو تا داره یکی داره. خب بسیار عالی. شاسی از یام پیش شیشه می باشه. اینجاست خب بسیار عالی. چیزایی سبینه شاسیش. این شاسی از این موتر است. این موتر یک شاسی داره، دیگه تذکره داره، دیگه چی نداره. چیزایی صاحب دیگه این دو شاسی نداره. یک شاسی دو شاسی نداره یک شاسی داره. یک شاسی داره. بسیار عالی. پس کسایی که میخواین به اولین بار موتر کرولای چند گفتین 2000 چند است؟ 2017 خریداری کنن این موارد در نظر داشته باشن
که شاسی از در اینجا می باشه، یک شاسی می داشته باشه و همچنان تسکرش هم در قسمت بغل فریم می باشه و همین موارد باید مواردهای دیگه هم است. شایب جان که بر ما بگین کسایی که به اولین بار موتر میخرن رو در نظر داشته باشن. بله یا هست. کدام موارد است؟ موارد است که موتر جرمنی هر کدامش موارد خاص خود داره. خاص داره. دیگه این موتر که گفتیم موتر کانادایی است. دیگه این حال بعد از این موتر جرمنی رو برات نشون میدیم. سعی میکنیم که همین دوستا که موتر هر کسی که میخره با بار اول که همین چیزا را در نظر داشته باشه. خیلی چی خوب است. قبل از اینکه ما روی موتر جرمنی بریم دوستا یک چند تصویر از این دو موتر که معرفی کردیم و همین موضوعات مهمی را که شایب جان یادآور شد بیننده باشین. ما میریم به طرف موتر جرمنی. بریم باز بخیر. سیس. خب شایب جان کدام موتر جرمنی است که بر ما معرفی میکنی؟ شیرزای سایبینی موتر جرمنی است. خب بسیار موتر جرمنی است. بیشتر برات یادآور شدم که موتر جرمنی این شاسی در پشوری شاسی می داشته باشه. یک نقطه یاد ما رفت بیشتر که براتون یادآور می شدم شیرزای سایبینی در نقطه اول که آدم موتر میخره باید اسناد موتر چک کنه. موتر اسناد چک کنه که اسناد جعلی نباشه، کنده داشته باشه. بیا تو قدم دیگه شیرزای صاحب موتر اسناد چیز مهمش که اسناد است که موتر از یک رقم سیستم شده که گل فروشا موتر کرایی به مردم ها میتن باز یگان وطندارای ما میگیره موتر میارن مفروشن اینجا موتر کرایی را مفروشن. پیش ما آوردن 2-3 دانه موتر ما خریدیم به جوار سیرای کاپی خریدیم دیگه اسنادهای اصلیش نبوده. دیگه مهمترین چیز موتر که از در قدم اول که آدم موتر میخره که اسنادش است. اسنادش چک کنه. چک کن. میبخش شایب جان گپ تام گرفتم. اسنادم که چک کنن اسناد اصلی باید باشه. اسناد اصلی شماره جوار سیرا یا شماره اصلی مستاصل شماره داره همش سعی کنه. بسیار عالی. خب بریم شایب جان خیلی این موتر بر ما بگو که تذکره از این موتر در کجا می باشه چون حالا فعلا در افغانستان ما شما زندگی میکنیم زیادتر این از این موترهای جرمنی سراچه کرولا استفاده میکنه و خرید فروش هم زیاد میشه. زیاد هم خرید فروش داره، خریدارانشان بسیار زیاد است. این حالا کسایی که شوق سراچه دارن خصوصا سراچه جرمنی تذکرهش بر ما بگو که مهم هم تذکرهش است، شاسیش است. این موارد باید در نظر داشته باشن که در کدام قسمت موتر است، کدام قسمت موتر جرمنی را سراچه را سیل کنن که خدای نخواسته صبر است پولشون هم هدر نره و پشیمان هم نشن از خرید خود. بسیار خوب. شیرزای صاحب موتر جرمنی که است اول در قدم این مردم افغانستان که است ما مردم ها که هستیم افغانستان که مسکین و بیچاره است. دقیقاً کلاگی دم غم و روزگاری نمی سراچه و کرولا را میخرند چه کاربار کنن. یک فامیل دار می باشند دم فامیل همو تفلکار حالا یک چی است که دم دالش تفلکار هم میشانند. دیگه این موتر شاسیش برات شیرزای صاحب نشان میتم. بیا خیلی نشان میده کدام قسمت است. این قسمت است ما همین چیشه پوشیدی که برات کنم. درست است. بانات موتر خیلی در قسمت فریم می باشه یا نه در پشوریش می باشه. خب بسیار عالی بسیار عالی. شیرزای صاحب جان موتر جرمنی است. ماشین دبل ماشین 46 کمپانی این شاسی در پشوریش می باشه. خب اما قسمت که نمبر داره همون شاسیش است. همین شاسیش می باشه شیرزای صاحب که پیشتر برات گفتیم تذکره از این موترهای جرمنی که از دیگه تذکرهش می باشه. خب اون تذکرهش از اون شاسیش از در پشوریش می باشه. خب بسیار خوب. یعنی هم شاسی و تذکره هر دوش در یک قسمت در یک قسمت می باشه. و یک موضوع دیگه که برای وطندارا سوال ایجاد شاید شوه که این چرا بانت سرخ است و رنگش رنگ تاکسی است. این را خواهم بگیم ما میخوایم خود یک توضیح بده. شیرزای صاحبی موتر که از رنگ سابقش بوده سرخ بوده. این را تاکسی کردن حالا این رنگ خود بادی موتر سرخ است. این بیرونی هایش که ما شما میبینیم این رنگ سبز است. تاکسی است که تاکسی شده. و همین خاطر من خواستم که همین جوابش از خودت بگیرم که یعنی این موضوع است که باز وطندارا نگوین که حالا چرا این بانت سرخ است و
فریمش رنگ تکثیر شده. و شایب جان یک سوال دیگه به عنوان آخرین سوال از خودت می داشته باشم که چطور بفهمیم یک موتر حادثه است یا تصادف کرده، از کدام قسمتش بفهمیم؟ او را شیرزای صاحب موتر که میخره آدم سعی میکنه حادثه میبره ریاست ترافیک میبره، اما یک غریزه میکنه اونجا باز برش نشان میده که موتر حادثه کرده نکرده، کل مشخصاتش میکشه. آها، یعنی این راه حلش از دوستان عزیز ما که میخواین موتر بخرن و بفهمن که موتر تصادف داره یا خیر، میتونین که شما به ریاست ترافیک عریضه کنین اونجا در ریاست ترافیک، نه؟ عریضه کنین از اون قسمت باز تمام مشخصات موتر براتون میکشه که آیا تصادف کرده یا خیر. خب تشکر میکنیم از خودتم شایب جان عزیز، خیر ببینی، زنده باشی که وقت بر ما دادی. خوب است موردهای مهم را در مورد سوژه ما که انتخاب کرده بودیم که کسانی که به اولین بار موتر میخرن فهمیدیم و وطندارای ما حتما فهمیدن کدام حرف و پیام در اخیر داشته باشه. شیرزای صاحب شما میبخشین که اینجا آمدین پیش ما که یاد ما را کردین. با خیر سلامت باشید، دیگه چیز گفتنی نداریم. زنده باشین. تشکر از شما و بیننده‌های عزیز، تشکر از شما که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه بعدی که ما را شیرزای خدمت شما برمیگردم، شما را به خداوند یکتا بی همتا میسپارم. وقت برای همتان خوش. چنل یوتیوب دستیار را سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتان نره. خوشی‌ها به کامتان، لبخند بر لبانتان. الله متعال یار مددگار همین شما زانه دل.